یک جان تشکر با همه اهل صنعت فرهنگ، همه اشتراک کنندگان این محفل فرهنگی بسیار خوب. چهره‌های نوام دختره که خوشرویک اینجا برو پیش یا پتا ویست هر دو اینا را من از شهر راغون آوردم. اصلا آفرین. چورابینی فرهنگی هم خیلی خوب بودند، خیلی سطحی بلند بودند. هم مثلا مطربان، رقاصه ها لباس های زیبا بودند، سرایندگان های مخش و شعرهای متنهای خیلی سطحی بلند داشتند. اصلا از جمهوری برادر ازبکستان از وزارت کارهای داخلی ازبکستان خیلی سرودی وای گرفتند. اصلا احسن آفرین. همین است دوستی برادری، همین است دوستی برادران ما. آنچه که عهد کردیم این جاودانه است. دختر جان از دره کمرو، وقتی که من شما را در تلویزیون در همون نوارد در سری سنگ در لب دریای کمرو دیدم، اول من فکر کردم که شما از ناحیه درواز. وقتی که پرسان شدم به من گفتن نه جناب عالی، این کس از دره کمرو می شود. باور کنید بله، اکا شریف جوره جایش جنت کند، آهنگاش تا روز برای ملت تاج خدمت میکند. خب ابلا ناظرین فهم خدمت کردن رو شاد بود، فرزنداش یه روز وای کرده ایستاد است. لیکن اون چیزی که شما شنیدم آهنگ های اکا شریف جوره و شروع و اون سرود در دره کمرات در سری سنگ، اون چیزی که شما ایجاد کرده هیچ وقت از یادم فراموش نمیکنم. خیلی یک 4 مصرع شگیر کو. امروز کی ساقی چمن نرگسی مست است. آفرین. لیکن همون سبتی که در بالای سنگ است لب دریای کمرو وای بلندتر بود، از امروز بلندتر بود. حتی لباست زیبا بود و سرود برویت بمویت با تمامی هستیت ملت تاجیک باز یک بار دیگه زبانش، فرهنگش، تمدنش، تمدن قدیمش از نو بگیم که احیا کرد. یک جان تشکر. سفیده وادی رشتان زمین بسیار مردمی زحمتکارین زحمتکش دارد، بسیار مردمی صنعتی بلندی یا که حسی بلندی ملی دارد و مردم یک زمانه و حال هم در عرصه بین المللی و جهانی نامبردار کرد ظفر نوزین. تو دخترم خان، ما کمکت میکنیم. در کجا خواندن میخواهی؟ من میخوام که در برابر مثلا سرود خواندن باز با یا که مدنیستود یا ژورنالیستیک داخل شود. آوازی خدا داره، استعداد خدا است. دو رابطه دختری ما رابطه آبروی دولت و ملت تاجیک در عرصه بین‌المللی باز هم بلند برداریم. وطن ما را صدقاً دوست داریم. وطن ما شما است. دولت ما شما است. هیچگاه نسبت به ملت وطن دولت خود خیانت کردن در کار نیست. احسن آفرین. سلامت باشید. خوشبخت باشید.